ده حقیقت درستنی درباره مغز انسان. شماره اول: مغز انسان حدود 2% وزن بدن را دارد، اما 20% انرژی بدن را مصرف می کند. شماره دوم: مغز هر روز حدود 50,000 تا 70,000 فکر تولید می کند. شماره سوم: سلول های مغز نورون ها می تواند تا 100 تریلیون ارتباط با هم برقرار کند. شماره چهارم: مغز نمی تواند درد را حس کند، به همین دلیل جراحی مغز در حالت بیداری ممکن است. شماره پنجم: مغز انسان بیشتر از هر عضو دیگر به آب نیاز دارد. شماره ششم: فقط 2% کمبود آب می تواند تمرکز را کاهش دهد. شماره هفتم: مغز انسان چربی زیاد دارد. حدود 60% مغز از چربی تشکیل شده است. شماره هشتم: هر بار چیز جدید یاد می گیریم ساختار مغز کمی تغییر می کند. مغز سریعترین عضو بدن است و سیگنال ها را با سرعت حدود 400 کیلومتر در ساعت منتقل می کند. شماره نهم: خواب کافی مغز را پاکسازی می کند و به حافظه یادگیری کمک می کند. شماره دهم: مغز هیچگاه متوقف نمی شود و حتی هنگام خواب هم فعال است. اگر خوشتان آمد لایک و سابسکرایب یادتان نرود.